په غیر قانوني توګه ساتل کېدلې نیولي. د مسؤلینو په وینا یا د نجونې د دې په پلمه چې تاسو د هیواد نه بهر ته وړل کېږئ په دغه کور کې ساتل شوې وې. نیول شوې نجونې د یو شمېر بهرنیو کړیو له لوري په دغه موخه چې تاسو بهر ته لېږل کېږئ د نورو موخو لپاره په هغه کور کې ساتل کېدلې. دوی موږ سره په خپلو خبرو کې داسې وایي. 2 نفر هستن که کسی که این پروسه را اندازی کرده بودن در امریکا هستن. یکیش به نام میترا هسته، یکیشون به نام عطیه و هدا. تشویق میکردن و میگفتن که خوب است ادامه بدین. چی خوب است یعنی اعتراضات کنین ادامه بدین، خوب است، یک صدای میشه، فایده داره، دیگه نظام تغییر میخوره، از این گونه گفت. وقتی از خانه بیرون میشیم همراه فامیل خداحافظی میکنیم، ما نمیفهمیم آیا ما دوباره پس به خانه خود برمیگردیم یا نمیگردیم، با وجودی که فامیلا خیلی اجازه نمیتن که باید به راحتی بروید، چون میفهمند نظام استبدادی هسته، به هیچ چیز توجه نداره، طالب هیچ ارزش انسانی را نمیفهمه. این مدت 2 روزی که اینجا بود برخورد از اینا خیلی امرای ما خوب بود، کدام برخورد منفی ما از اینا ندیدیم و از اینکه شما هم درست شد امرای ما اینجا به تکلیف هستین تشکر میکنم. بیمه جان، اسم من از فرزند عبدالسعید از ولایت پنجشیر هستم. خب اونا تقاضاشون از این بود که تظاهرات داشته باشین، علیه حکومت امارات البته آشوب برپا کنین، ما شما را میبریم خارج. ما در خونه خود خلق هستیم، شما تماشا کور کردن دیگه شما تماشا کنید. طبقه میگفتن که چیزی اینجا که بیاین صدای خانم ها باشین، مثلا اعتراض بکنین، علیه نظام بگوین. برای ما وقتی که زنگ آمد یک نفر انتقال داد، گفت که پشت شما صادق میایه، نام نفری که ما را میبرد گفت صادق است. باز ما را اونجا برد دیگه.